به نام خداوند بخشنده مهربان. گر خرد کامل شود انسان نبیند جز زیان، بدترین دشمن کی بود آدمی را جز زبان. عزیزای گرامی، امروز یکی از نماهای خری کنگورچی را براتون گرفتیم. این خریه که هست در ولایت بدخشان ولسوالی کشم، خریه به نام کنگورچی یاد میشه. این خریه بسیار خریه بزرگ است، یعنی نفوسش و نگاه نفوسش یکی از مردمان بسیار فرهنگی هستند. در طول سالهای که همیشه جنگ در افغانستان بود، یا دور اول حکومت امارات یا دور دوم حکومت امارات، همیشه مردمی از این تحصیل کرده و تحصیلات عالی داشتن. دیگه مردم بسیار با فرهنگ هستند، مردمی از نگاه فرهنگ، از نگاه کلتور خیلی بالا هستند. یعنی اقتصاد مردم هم نسبتا خوب است و هر کس شامل یک شغل و وظیفه هستند. بعضیشون کارهای شخصی است و دیگه بعضی کسان در کارهای هر کارها مصروف هستند. بعضی اشخاص که در دهقانی هستند، یعنی دهقانکاری دارن، کش زراعت کش میکنن، گندم زرع میکنن که این نوهای گندم است که فعلا سبز از گندم ها. دیگه این گندم های پوشیدگی مردم هست که گندم ها خیلی مایسته شده، سبز شده. این رو تاریخ سیزه فکری است که البته خوشبختانه اون قسمت هایی که میبینید که از فرم های مرغداری هستند. زیاتر مردم در مرغداری هم زیاد علاقه دارن که یعنی خودشان تولید مرغ زیاد از قریه که بازی جا مرغ وقتی که به ثمر رسید باز این روان میکنن، به بسیار عرضه میکنن، به فروش میرسونن و اکثریت مردم استفادهشان از گوشت مرغ در این زیادتر، به خاطر که مرغ خودشان نکال میکنن به فروش میرسونن و نگاه زراعتشان به خاطر خیلی بهتر از به خاطر مردم نگاه اقتصاد خیلی تمرکز میشن. دیگه اینی هست یک از نماهای دریا هست. این دریا که هستم از کوههای دوردست خودمی خریه که دیگر یک روز ولی دیگه اسمش رسول تکاپت میشه، از اینجا آب سرچشمه میره. آب از اینکه هست قسمی هست که از برف هایی که زمستان میباره در اونجا ذخیره میشه. با مرور زمان آب شده به این شکل دریا هست. دریا برام دریای کشم یا دریا که سرچشمهش از تگاب بسته سرچشمه میگیره که این تو به این شکل ها بشم جریان دارن که این ها باز در آخرین مرحله با دریای کوکچه یک جای میشه. دریای کوکچه البته خبر دارید که دریای است که از بدخشان نقص سرعت بدخشان سرچشمه میگیره که 40% دریای امور دریای کوکچه تشکیل میدن. و متاسفانه یک مشکلاتی که ما در این داشتیم که سالهای سال در یک قسمتی دیگه که نمای براتون میبینین اینجا را میخواستن که یک بند برق بسازن، بند برق بسازن که همیشه چندین مرتبه این بند برق از این سرویس شد و متاسفانه کسی که آدم دلسوز می بود اون دلسوزی را نداشتن. این برق سالهای سال همیشه به مردم میومدن وعده میدادن که ما بند برق براتون میسازیم. این برق را سروی میکردن که این برق وقتی که تولید میشه و خود خریه و رسول از آن میتونستن. متاسفانه جای بسیار خوبی داشت نگاهی که از نگاه بند برق، ولی کسی دلسوز ما نداشتیم. دیگه دلسوزی تنها به خود مردم داره که مردم وقتی که به سفید مردم کام مردم وقتی که فشار بیارن مسئله های درباره باشن حق خود بگیرن انشالله خوب میشن، اما امروز متاسفانه وفا نیستن. دیگه امین بود که قراره بر شما معرفی کردیم. گوش میکنیم که در یک نما خودمون براتون بگیم که یک نمای ما هم باز توکل به خدا. اونو قسمتی که کو فعلا یک ابر هست که امروز در ابر معلوم نمیشه زیر ابر است، او کوجه به نام تکسار یاد میشم. یک از شاعرای معروف کشم به نام پرتو نادری است که درباره از گفت تکسار منم، بچه تکسار منم. هدف هم تکسار اونجا هست که فعلا ابر است. اگر در روزهای آینده اون ابر رسو بود ان شاء الله اون ما را باز براتون نشون میدیم که شاعری بسیار مشهور بدخشان ما، سرزمین ما، که زادگاهش همین قریه کنگورچی هست. در این قریه به دنیا آمده و این شاعر با نام پرتو نادری است که درباره
تکثار بحث میکرد. دیگه این بود موضوع قریه کنگوچی را که چند دقیقه براتون معرفی کردیم. این وای دریای بسیار زیبایش است که فعلا با اثر بارندگی آب شکمه کیوری چی داره بسیار آب که آلوده نی یک کمک چی بگم دیگه، یعنی وقتی که سرچشمه میگیره از کوه ها یک کمک خاک امروز گرد میشه، به خاطر از او یک کمک به این شکل روشنمال نمیشن. دیگه آب بسیار اساس است، ولی خود مردم که هستن از این آب سالهای سال استفاده میکردن، در طول چند سال آب استفاده نمیکنن، به خاطر که آب باشه میده. مردم فعلا از خود کوههایی که بلند که میبینین از اون کوه ها سرچشمه میگیره آب. دیگه در پشت هر خانه مردم که هستن نل هست کشیده شدن، آب بسیار صحی استفاده میکنن. آبی است که از مدنی کرده بالا، یعنی مدنی که مردم را تصفیه میکنن، اینی ها را تصفیه میکنن که مدنی میشن، و اون آب که از مدنی خود که بالا هست که اکثریت جوانایی که در خارج زندگی میکنن بسیار همین آب خیلی دارای نموی بسیار بالا هستن، بسیار نموی اساسا. و اون گوشه از دریا هم یک دونه جوان هست چون مصروف چی هست به دریا سیل میکنن. از حوصله‌مندیتان جهان سپاس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.